سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوایم با هم 4 تا جمله ای رو چک بکنیم که ترجمه کلمه به کلمش یکم غلط اندازه. یعنی وقتی که ترجمه میکنیم میگیم این همونی بود که من میخواستم، ولی وقتی تو موقعیت استفاده میکنیم خیلی بد برداشت میشه. پر از یک حس خشن یا حتی بی احترامیه. در ادامه هم جملات رو چک میکنیم، دلیلش رو میگیم و جملات مؤدبانه تر رو هم آموزش میدیم. جمله اول، بانا باک، ترجمهش میشه به من نگاه کن. خیلی پرکار برده، ولی چون دستوریه یک حس خشنی داخلش داره و بی احترامیه. به جاش میتونیم سوال بپرسیم. بانا با کار میسنز، به من نگاه میکنید. جمله دوم، نیاپیم، ترجمهش میشه چیکار کنم. به خاطر اینکه یه حسی پر از بی‌تفاوتی داره، بی احترامی حساب میشه. به جاش میتونیم این سوال رو بپرسیم. نه yapmam لازم، چه کار باید انجام بدم؟ سومی، چکیل یعنی برو کنار. چون دستور داریم میدیم باز هم بی احترامیه، یه ذرم خشنه. به خاطر همین میتونیم سوال بپرسیم. گچه بیلیر میگیم، میتونم رد بشم. و جمله آخر، نوار، ترجمهش میشه چیه؟ انگار طرف کم دعوا داره. به جاش میتونیم سوال بپرسیم. سرون موار، مشکلی هست؟ به همین راحتی جملات مؤدبانه رو یاد گرفتیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. تا پست های بعدی، görüşürüz.